بگو نه. بهم بگو نه. بهم بگو نیست. همسر عزیزم چیه؟ میشه بهم جواب بدی؟ جریان چیه؟ داره چی کار میکنی؟ تو رو چه به اون؟ میشه بهم بگی چرا هنوز پیش این آدمی؟ با هم ازدواج کردیم. باید دونه دونه جواب سوالامو بدی. باید بهم بگی چی شده همین الان. آیاز ولم بیا فیروزه. آیاز چی کار میکنی؟ میشه یه بار ولم کردم، بار دومی در کار نیست. میگم ولم کن آیاز. چی داری میگی ارتان؟ یعنی چی بهش اجازه دادم؟ عقل تو از دست دادی؟ چرا همه این روزا از این سوالو میپرسن؟ نترس مادر من، عقلم سر جاشه. آها اینطوری. مامانم برای که دختر بالغه، من نمیتونم به جاش تصمیم بگیرم. آزاده هر کاری دلش میخواد بکنه، درک کن دیگه. ارتان یه طوری حرف نزن انگار برای نمیشناسی کدوم یکی از تصمیماتش تا منطقی بوده. همیشه خودت کنترلش کردی، حالا میخوای درکش کنی؟ تو مگه برادرش نیستی؟ چرا جلوشو نگرفتی؟ چرا دستشو نگرفتی از اتاق بیاریش بیرون؟ مادر من، میتونم براکو از بیمارستان بکشم بیرون، اما آیازو چطور از دلش بیرون کنم؟ چطوری؟ واقعا نمیخوای اینا رو بفهمی نه؟ توی عاشقه هرچی منزل راحت باشه به جای ضعیفتر شدن قوی تر میشی. به هم قول دادی فیروزه، به هم قول دادی از ارتان دور بمونی. بابات هم که آزاد شد، مگه بازی تموم نشده؟ این یه بازی دیگه است؟ بازی در کار نیست. چه بازی؟ الان دیگه میدونه کیم. پس چرا هنوز کنارشی؟ چرا باش ازدواج کردی؟ حتما این دلیلی داره دیگه نه؟ فیروزه دلیلش چیه فیروزه؟ به هم بگو. نه خیر. چیو نه خیر؟ به خواست خودت زنش شدی؟ فیروزه نکن. درست پیش گفتی عشقت تموم نشده. مگه نمیخواستی از شر ارتان خلاص بشی؟ چی شده فیروزه؟ هدفت چیه؟ میدونم یه هدفی داری. هیچ هدفی ندارم. من عاشقش شدم، همین. چی؟ یعنی چی عاشقش شدم؟ فکر کردی قبول میکنم؟ باور نمیکنم. میخوای باور کن، میخوای نکن. یه مدت با هم دیگه بودیم، نمیدونم چی شد اما عاشقش شدم. حق ندارم عاشق بشم. آها یهو فهمیدی عاشقش شدی، بعد پریدیم رفتین عقد کردین. آره همینطوره، به همین سادگی. هیچ وقت باور نمیکنم. هرچی هم بگی باور نمیکنم. پیداش میکنم فیروزه، دلیلشو پیدا میکنم. فهمیدی چی گفتم؟ آیاز بسه. من هیچ دلیلی ندارم. نمیدونم چرا نمیخوای باور کنی، اما من هیچ دلیلی ندارم. بابامم که آزاد شد دیگه قراره از ارتان چیو بگیرم؟ فقط عشقشو. بفهم من عاشق ارتان شدم، تمام. امکان نداره. نه نمیتونی عاشق ارتان باشی. باور نمیکنم. چی فکر کردی؟ فکر کردی همه چی تموم میشه من بدو میام بغل تو؟ چرا به هم اونطوری گفتی فیروزه؟ گفتی عشقم تموم نشده. فیروزه مگه نگفتی این دیوارو دارن لهم میکنن؟ دروغ گفتی؟ انگار نمیخوای بفهمی. همه اینا به خاطر پیدا کردن درخواست بود.
من تو رو برای یه شب نمیخوام، برای یه عمر میخوام، یه عمر. چرا باش ازدواج کردی؟ حتما یه دلیلی داره. میخوام باهاش تنها حرف بزنم. فیروزه کجاست؟ نمیدونم. خوبی عزیزم؟ مگه جوابتو نگرفتی مامان؟ ازت اجازه نمیگیرم. این عمل انجام میشه. واقعا خانم کوچیک باشه؟ اگه این کارو کنید دیگه رابطه یه مادر دختری بینمون تموم شده. یعنی از مامان دست کشیدی و دیگه منو نمیبینی. فهمیدی؟ یعنی چی؟ ها؟ یه تصمیمی گرفتم مامان و میخوام حتما اونو انجام بدم. تو چرا براش تاوان تعیین میکنی؟ این عمل انجام میشه. هر جور راحتی. انتخابت هرچی باشه قبول. خیلی پشیمون میشی. خیلی. واقعا؟ کجا بودی؟ الان اینجا. ببینم براک منصرف شد. کردی بعد از عمل میتونی راحت از بیمارستان تشریف ببری بیرون؟ نه، یکی باید اون موقع مراقبت باشه. یعنی من. تا آخر عمر باید مراقب خودت باشی. اگه اتفاق بدتری بیفته چی؟ تو ازم مراقبت میکنی؟ میشه بری بیرون؟ میخوام با دکترم صحبت کنم. خانم دکتر اوزم چطوره؟ اینکه یه عمل انجام میشه. براک خانم متاسفانه شما شرط اهدا رو ندارید. یعنی چی؟ چطور ممکنه؟ تو آزمایشا که مطابقت داشت. چون که حامله هستین. 9 هفته است. نفهمیدم. من حاملم؟ بله، یعنی خبر نداشتین؟ نه، تو عادت ماهیانم تغییر نداشتم. خیلی وقتا این موضوع پیش میاد. با این اوضاع برای پیوند مناسب نیستین. یعنی دارم مامان میشم؟ مامان میشم؟
کسی هم خبر داره؟ نه نداره. باشه لطفاً به کسی چیزی نگین. چون خانوادمون الان شرایط خیلی بدی داره. نمیخوام تو این وضعیت بهشون بگم. میفهمم، هر طور راحتی. مامان صفیه؟ مامان صفیه چی میشه؟ برای اون باید چی کار کنیم؟ این چه دوست داشتنیه؟ مگه آدم خودشو فدا میکنه؟ باورم نمیشه. دیوونه شده. براک رسما دیوونه شده. براکو بردارین ببرین. من اصلا خبر نداشتم. یکم پیش تازه فهمیدم. خودش در خود اومده این کارا رو کرده. به دوستام خبر دادم. تو راهن دارم میان. شانسمون رو امتحان میکنیم ببینیم چی میشه. داداش چی کار میکنی؟ فیلیز جون تو نمیفهمی. از دمیرکانا کلیه که سرلی هیچی نباید بگیری، چون جیگر آدمو در میارن. این بهترین کاره. خانم دکتر صفیه کورکماس. خانم دکتر فکر کنم یه اتفاقی افتاده. صفیه کورکماس مامانم؟ چه اتفاقی افتاده؟ دکتر چی شده؟ هر 3 دقیقه بهش آدرنالین تزریق کنین. 2 میلی گرم کافیه. زود باش. آماده. حالا دوباره تکرار کن. آماده. برو کنار. دوباره بزن. آماده. آیاز چی شده؟ براک مامان صفیه چطوره؟ اینجا رو خلوت کنین. میخوایم مریض ببریم. بفرمایین. بریم بیرون منتظر بمونیم. بیای براک. من میمونم شما برین. باشه بریم. زمان مرگ 10:37 دقیقه. خانم پرستار، من پسر صفیه کورکماسم. حالش چطوره؟ خانم دکتر الان میام. خانم پرستار چرا اینطوری گفتین؟ چیزی شده؟ متاسفم، ایشونو از دست دادیم. متاسفم، ما تمام تلاشمونو کردیم. مامان 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 مامان
حتما قسمت نبوده. من نظرم لازم نیست براکم عمل شه. شاید آقا آیاز خودش یکی رو پیدا کنه. شاید شما جای صفیه خانم روی اون تخت بودین. چطور میتونه اینطوری بگین ها؟ اونی که تو اون اتاق آدمه، یکی که میشناسینش براتون کافی نیست؟ تو چی کاره ای؟ رو چه حساب این حرفا رو به من میزنی؟ رو حساب انسانیت. برای حرف زدن باهاتون باید رتبه داشت. باشه اصلا، باشه، آروم باشه. صفیه خانم فوت شد. مامانم برای اینکه خوشحال باشی برای که تنهامون نذاری خودم رو فدا کردم. اون وقت تو این کارو کردی، تو هم همون کارو کردی. به خاطر من خودتو فدا کردی مامانم. مامانم مامانم مامان، دوست داشتن چرا انقدر سخت؟ چرا انقدر دشواره؟ آخ مامان، آخ. بعضی از غیر ممکنه با فدا کردن یه جون تلافی نمیشه. ما رو یتیم کردی مامان، ما رو یتیممون کردی، یتیممون کردی مامان. چرا مامان؟ چرا مامان؟ چرا درمان تو ول کرده بودی؟ چرا ولش کردی مامان؟ یعنی مامان خودش خواسته بمیره داداش؟
مامان چرا ما رو تنها گذاشتی؟ چرا باید ما رو تنها بذاری بریم؟ چطور تونستی تنهامون بذاری مامان؟ مامان صفیه مرد. باورم نمیشه. قرار بود با هم بریم اتاق عمل، اما تو هر کاری تونستی کردی. اصلا ناراحت نباش، بیا. مرد. چطور ممکنه؟ باورم نمیشه. همش حس میکنم الان چشماشو باز میکنه و دوباره صدا میکنه فیلیز. چرا میخنده؟ چرا همیشه میخنده؟ چرا طوری میخنده انگار از مردنش خوشحاله داداش؟ چرا مامانم داره میخنده داداش؟ چرا مامانم میخنده؟ فیلیز فیلیز آبلی جان خوبی؟ باشه داداش خوب. منو نگاه کن ببینمت. میرم براش آب بیارم. شما چرا هنوز اینجایین؟ داداش آیاس آروم باش. اینجا چه غلطی میکنین؟ داداش آروم باش. خانواده تو بردار برو. برتان از اینجا برو. بریم. گمشین. گمشین. خیلی متاسفم. ببین براک، دارم میبینم میخوای با هم دردی کنی. میدونم من احساسمو بهت بدهکارم، همه اینا قبول، اما الان تنهامون بذار. لطفاً برو. باشه. زود باش. چیزی لازم داشتین من همیشه هستم. بهت زنگ میزنم. باشه. خاله تو نمیمونی؟ براک دیگه حق نداری آیازو ببینی. تو به خاطرش میخواستی بری زیر تیغ. مخون چطور بود برخورد کرد؟ آیازو فراموش کن. بریم یه چیزی بخوریم. یعنی چی؟ مامان آیاس مرده، یعنی چی بریم یه چیزی بخوریم؟ مگه آیاس کیه ماست؟ دیگه نسبتی به همون نداره. بریم.
ارتان رو تعقیب کن. آخ جون، اکشن بازی. ممنونم. ایشالله خوب شی. قهوه درست کنم بابا جون؟ اگه زحمت نیست چه قهوه بده دختر گل من. اینا به زمزمم بیاره آدم نباید بخوره. قهوه چیه؟ لازم نکرده براش دمنوش درست میکنم تا ریه‌هاش نرم شه. اونا رو هم جمع کن بعد بودو برو بیرون. زود باش. عالیه. زشت نیست، داره احترام میذاره، اذیت نکنه، گناه داره. نومون تو شکمش حامله است بابا جان. اون من حامله باشم اون نیست. همیشه میگم این سادگی فاروک به کی رفته ها؟ به تو رفته. دروغ میگه. حامله کجا بود؟ اگه اون زنی که حامله است من 3 قلو حامله. ای بابا بسته دیگه، به اینجام رسیده دیگه، بسته. الوان نگو مریضم که باورم نمیشه. تو زاتوریه هم بگیری میری مدرسه، فکر کردی باور میکنم؟ زود باش بگو چی شده. هیچی، بابا اومده نرفتم. یعنی از رو دلتنگی نرفتی؟ مشکل دیگه ای نداری؟ فاروک میشه 2 دقیقه با هم دعوا نکنین؟ 2 دقیقه. فاروک ای خدا چی شده؟ چرا داد میزنی؟ مریض داری ما؟ دختره جیغ جیغو. چی شده عشقم؟ باز چی شده؟ فاروک مامانت باور نمیکنه. ای وای بچهای من لگد زدم. مال تو چی؟ عالیه. چی میگی؟ من دیگه نمیتونم تحمل کنم. دلم خیلی میشکنه. میدونی که من قصد بدی ندارم. فقط میخوام بچم پیش باباش پیش خانواده‌اش خوشحال باشه، هممون خوشحال باشیم. میخوام مامانت دوستم داشته باشه و منو دختر خودش بدونه. خدا خودش میدونه. البته حق داره، من هم بودم باور نمیکردم. باشه تست بده، من انجام میدم. شاید اون موقع قبول کنی که یه بچه توی شکممه. فاروک قیافشو ببین تو رو خدا. فاروک تو کمد یه جایزه اسکار است، بردار بیارش، خیلی خوب بازی کرد. 1 دقیقه تو رو خدا 1 دقیقه ترمز کن. عالیه خانم، عالیه جان. تو هم یکم مثل مامانت باش. من گول این چیزا رو میخورم، معلوم نیست چی تو سرش میگذره. باشه دختر، حالا که جرأت پیدا کردی پاشو با هم بریم آزمایش بدیم. پاشو بریم. مامان جون سر صبحی آزمایش چی آخه؟ عجب گیری کردی ما. میخواین ثابت نکنین من بشم آدم بده؟ چرا ها؟ بلند شو دیگه، پاشو لباساتو بپوش. اون لباس فضاییات کجاست؟ بپوششون. الوان حواست به بابات باشه. دمنشو گذاشتم روی گاز. یاشار ما رفتیم. یا صاحب صبر. عشقم آخه چرا با مامانم 1 به 2 میکنی تو؟ فاروک ببین، برای این 1 به 2 کردن آماده شدم. مامانت خیلی زرنگی، خیلی باهوشه. آره زرنگه. الان میاد بلایی به سرمون میاره که مرغای آسمون. باشه ساکت. اومد. چی شده؟ چی پشپش میکنی؟ هیچی بابا. دارین نقشه میکشین؟ را بیفتین ببینم. بابا دارین درباره فوتبال حرف میزنیم. باشه را بیفت. حالا ببین از همونجا میندازتمون تو دریا. تو بیا. آیاز این همه بهت زنگ زدم، کجایی پس داداش؟ ببین همه اینجا آوردمشون برای آزمایش. دیگه لازم نیست. مامانم از دست رفت. مولتی ویتامین فولیک اسید. اگه کم و کسری داره خودتون اضافه کنید. کامله، نگران نباشین. انگار حامله این. بله. تبریک میگم، چقدر عالی. به سلامت به دنیا بیاد. انشالله یه دختر خوشگل مثل خودتون باشه. خب بیشتر دوست دارم یه پسر خوشتیپ مثل باباش باشه. هرچند هنوز جنسیتش معلوم نیست، اما دوست دارم مثل اون باشه.
گرسنت نیست؟ دلیل این کدورت بین تو و آیاز چیه؟ گفتی از براکم جدا شه. برای چی کنجکاو شدی؟ حالا که عضو این خانواده‌ام پس به منم مربوطه. فقط تو رو از اونجا بیرون نکرد، هممونو کرد. ازدواجمونو مثل تولد دوباره ببین. قبلش به تو مربوط نیست. مامان؟ نوش جونتون. با هم میخوریم. خب بگو ببینم رابطت با ارتان چیه؟ خودم میگم مامان. خب من و فیروزه ازدواج کردیم. اون همسرمه. مام بزرگ، من میرم. کجا میری اورهان؟ دوستان منتظرن، میخوام برم پیششون. الان کلی اتفاق تراژدی دیدم که دیگه نمیکشم. حال روزمونو ببین. این عکس العملات طبیعیه. خانواده تو هم تعجب میکنن. کی بهشون میگی؟ امروز خیلی بهم فشار اومده با اینکه تو این خیالت نیست. یعنی چی؟ یعنی یکم بهم وقت بده. الوان هنوز حالش خوب نشده. بابام دیروز آزاد شده، مریضه، زخمیه، نمیتونه سر پا وایسه. ازدواج کردین دیگه چی میخوای؟ میخوام توی خونم توی تخت من باشی. میخوام صبح که بیدار شدم اولین چیزی که میبینم تو باشی. امکان نداره. عاقد یکم دیگه میاد. من نمیتونم. فیروزه نترس. هیچ وقت اذیتت نمی کنم. هیچ وقت. پس چرا میخوای با زنی که عاشقت نیست ازدواج کنی؟ چون من عاشقشم. نمیتونم دوستت داشته باشم، بهت دست بزنم، حتی نمیتونی یه حرف قشنگ از زبونم بشنوی. این کارو نکن. فیروزه ما توافق کردیم، تموم شد. تو ازدواج میکنی، خواهرت هم آزاد میشه. فیروزه منتظر میمونم تو عاشقم بشی و منو بخوای. هیچ وقت بهت دست نمیزنم. قول بده. بهت قول میدم. چطور حرفتو باور کنم؟ باور کن، بهم اعتماد کن. بالاخره قلبت مال من میشه.
بهم قول دادی نباید بهم دست بزنی. کی گفت بهت دست میزنم؟ شاید بخوام فقط نگات کنم، هر شب تا صبح فقط نگات میکنم. قبول نکردم یه ازدواج سوری کاغذی داشته باشیم. شرطتو قبول کردم، اما بقیهش اونطوری میشه که من میخوام. تا آخر این هفته وقت داری، همین چند روز کافیه، وگرنه خودم بهشون میگم. شاید اونام شوکه بشن مثل مادر من. اینا چی کار میکنن؟ پرده هم کشیدن هیچی معلوم نیست. خب کارشون خیلی سخته، بالاخره دارن یه بچه میذارن تو شکمش. یه بچه 4-5 ساله است دیگه مامان، طول میکشه. کاش حالا که دست به کار شدن یکم مخ بذارن تو کلی تو. تمام شد؟ ببخشید جوابش کی میاد؟ تا یه ساعت دیگه. خب فعلا که وقت داریم، بریم یه قهوه چیزی بخوریم مامان جون. نه من جایی نمیرم، همینجا وای میستم، همینجا میمونم، شما برین در اون وره. باشه تو بیا بریم. منم میمونم. تو هم بمون بابا، همتون بمونین. هنوز ازم عصبانی هستی؟ چی شده؟ بازم که حالت خوب نیست. مامان هیاس مرد. یکی از همبندی ها موقع آزادی اینو بهم داد. فکر کنم کارخونه شکلات سازی داره. از گلون پایین نرفت، نگهش داشتم. میخواستم موقع ملاقات بهت بدم، دیگه قسمت بود الان بدم. خدا رو شکر. میدونم دوست داری، گرچه دیگه بزرگ شدی، اما به چشم من هنوز همون دختر کوچولویی. ممنون بابا. چی شد؟ چرا نخوردیش؟ دوستش نداری؟ الوان وقتی شکلات میبینه انقدر آرومه؟ دخترم چی شدی تو؟ تو چشات غم خونه کرده، انگار ناراحتی.
یه مشکلی داری یا؟ بهم بگو چی شده؟ چیزی نشده بابا، درسام سخت شده، خسته میشم، دلم برای تو هم تنگ شده بود. بگذاری دمنوشت تموم شد، میرم پرش کنم. آخه عزیزم باید قبل از بله گفتن به ایناش فکر میکردی. چی کار میکردم شوره؟ تو بودی چی کار میکردی؟ خواهر تو بیچاره میکردی. من اینو نمیگم، خودت خوب میدونی منظورم این نیست. پس تو داری چیو میگی ها؟ تو ایاسو دوست داری. ایاسم که از براک جدا شده، یعنی برای به هم رسیدنتون یه نور امیدی بود اقلن، اما الان دیگه غیر ممکن شده. آره غیر ممکنه دیگه، حالش از هم به هم میخوره. از یه طرفم میگم چون یه ولد کرد رفت حقشه. آخه خب چیکار کنیم؟ میدونم اون بردگی که آیاز ازش میگفت، همه اون سکوت کردناش، دلیلی که ما رو از هم جدا کرد، همش مثل مال من از اجبار بودی. چی شد؟ نفخ بود؟ بچه بود. بیا اینم سندش مامان جون. صبر کنیم، ببخشید، انگار یه اشتباهی شده. درسته، جوابش مثبته. مسلماً تو این لحظه احساسات همه مثبته. دختر منو باش، دروغمون تبدیل به واقعیت شد. چرت و پرت نگو بابا فاروک. پس این چیه؟ منو نگاه کن، امروز چی کم دارم؟ گوشوارم فاروک، طلای 18 عیار بود. گفتم یه تنوع بد نیست. سفدا خیلی بهم بدهکار شدی یا چون که طلای اصل بود. دختر آره؟ باشه میام. باشه ای بابا گفتم میام دیگه. کجایی شله؟ زود باش بیا شله. کجا موندی شله؟ بدون شله یه بدبخت نمیتونن یه کاری بکنن ها. من برم مغازه فیروزه. تو چی میری خونه؟ کی میخوای به مامان تینا رو بگی ها؟ نمیدونم، قیامت به پا میشه. بیا بغلم. من برم عزیزم. باشه فعلا، بای بای. السلام. داداش چی شد با مامان دعوا کردین؟ مامان برای دعوا بهونه لازم داره؟ تو اتاقشه، درم باز نمیکنه، محواشم نیست، هیچی هم به من نگفت. تمام اتاقش به هم ریخته. عادیه، یکم شوکه شده. به خاطر آیازه؟ این بار من نقش تو رو بازی کردم. مامان اونم اومده؟ هنوز نه. اون توی این خونه نمیاد. میاد مامان جان، تو هم باید قبولش کنی. هرگز. من نمیفهمم چرا شماها عاشق آدمای سطح پایین میشین. مگه میشه آدم حتی اندازه خودشو ندونه؟ مامان فیروزه حق نداره اینجا بیاد. اگه بیاد من میرم. خیلی خوب، هر جور راحتی. یه لحظه این موضوع چه ربطی به فیروزه داره؟ ما ازدواج کردیم. چی؟ ازدواج کردیم. راست میگی؟ آره.
تبریک میگم. هم شوکه شدم هم خیلی خوشحال. خوبه، حداقل یکی خوشحال شد. فلیس، بیا بریم آبجی جون. حالا چه کار کنیم داداش؟ منم خیلی ناراحتم فلیس. سخت مامان اینجا تنها بذارم. سخته بدون اون وارد خونه بشم. اما بذار از تو که آخرین عضو خانوادمی مراقبت کنم، باشه آبجی جون؟ قبوله؟ باشه عزیزم.